درود دوستان عزیزم، این هفته برنامه جدیدی رو با شما در میان خواهیم گذاشت، گفتمان جدیدی رو، و همونطور که میدونید و میبینید اخبار آنچنان. یه لحظه ببخشید. حضورتون عرض شود که خبرهایی که در میدیا ما داریم دنبال میکنیم بعضیاش حتی هولانگیز هست. یعنی واقعا آدم نمیدونه که چه خبر خواهد شد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. با شما هستیم. خدمتتون عرض شود که مسئله اولی رو که من میخوام بهش بپردازم، به خدمتتون عرض شود که یه سری یادداشت برداری کردم. این چند روز پیش یه مقاله از این آقای قلمبین میخوندم که تذکر میداد که مسائلی که میخوای مطرح بکنی یادداشت کن و رو یادداشت بخون. و من هم پذیرفتم این مسئله رو. من معمولا یادداشت میکنم اما چیزی رو از روی یادداشت نمیخونم. معمولا هر آنچه که میاد روی زبونم به دلیل تجربه یا اطلاعات قبلی خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. مسئله دیگری رو که میخواستم حضور شما عزیزان مطرح بکنم اون این هستش که هدف من یا هدف دوستان ما در اینجا این نیست که بخوایم لیدر بسازیم، سازمان بسازیم، تشکیلات درست بکنیم. این به ما ارتباطی نداره. ارتباط تشکیلات و لیدر ساختن و رهبر ساختن متعلق به داخل کشوره. چرا میگیم داخل کشور؟ به دلیل امکانات بیشتری که داریم و در ضمن این داخل کشور هست که هزینه تا حالا پرداخت کرده، نه اینی که خارج کشور هزینه پرداخت نکرده. اما شانس ما بیشتر هست اینکه در داخل تشکیلاتی شکل بگیره، چون از یک مقبولیت بین‌المللی میتونه برخوردار بشه و در ضمن هم کار در داخل کشور هست. و اگر که این حرکت در داخل کشور شکل بگیره، قاعدتاً اون قشر خاکستری که همه ماها رو لنگ گذاشته میاد تو بازی. ما در گروی قشر خاکستری هستیم. این قشر خاکستری کیا هستن؟ هزاران هزار استاد دانشگاه تحصیل کرده صداشون در نمیاد. خیلی جالبه. البته من یه چیزی اینجا تصحیح بکنم. جمهوری اسلامی یکی از ترفنداش این هست که تقریبا هر کسی که اسمی داره و مطرح هست و میاد تو پابلیک رو میخره، میخورونه، بهش امکانات بهش میده. ما تا همین پارسال یکی از فوتبالیستای معروفمون، کردم هستش، منم عاشقشم، معترض بود، ولی شما دیدی یهو اعتراضات تموم شد، خوابید. برای اینکه زعفرونیه یه رستوران واس کرد، beautiful and also lot of customer. یعنی اینقدر بهش مشتری دادن که اصلا دیگه فکر سیاست نیفتاد. میدونی تو اینا فقط این آقای علی داییه که با تمام ثروتی که داره گهگاهی چراغ مبارزه رو روشن میکنه، چراغ آگاهی رو روشن میکنه. میدونید
ولی علی پروین هم اون طرفش هست، اصلا یه شخصیت دیگه. البته من اینجا میخوام خودم رو تصحیح بکنم، اصلا قرار نیست ماها با هم یکی باشیم، نظرمون یکی باشه، شکل هم فکر بکنیم، اصلا یه همچین چیزایی نیست. ما باید به این آگاهی برسیم که سلیقه هامون با هم متفاوته. اون چیزی که دوست داری من دوست ندارم. ما سر این نباید جنگ بکنیم. ما باید به جایی برسیم که بتونیم همدیگر رو متقاعد بکنیم، ولو در خواسته های مادی برد باشه. اون وقت میتونیم از این زندگی بیشتر لذت ببریم تا اینکه بخوایم وارد دایره جنگ بشیم. دقت میکنید ما مشکل اساسیمون این هستش که اینقدری که به جنگ توجه داریم به صلح، رفاه، امنیت توجه نداریم. طرف میگه من حاضرم زندگیمو بدم اما اینو از بین ببرم، این آدمو بکشم، این آدمو از بین ببرم. یعنی زندگی خودش و خانوادهش رو حاضر فدا بکنه. این رو به چشم من دیدم بارها. آدمی که زندگی خودش رو نابود کرده، زندگی دیگری رو هم نابود کرده. و متاسفانه این غرور بیجا در جامعه ایرانی بسیار 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 دیده میشه در همه جا. دقت میکنید یهو میبینی سر پول غذا هفتیر میکشن تو رستوران واسه هم دیگه. ولی همین آدم سر یک کلمه که چرا این به من دیر سلام کرده اسلحه کشیده یارو رو کشته. یعنی این مشکلات خصوصا در جامعه خاورمیانه بسیار بیشتر هستش و به همین دلیل هم ما در کارهای تیم ورک و تشکیلاتی با موانع بسیار زیادی مواجه هستیم. حضور شما عرض شود که مسئله دیگری رو که میخواستم بهش اشاره بکنم اون هست که خارج کشور یا همین اپوزیسیون نیمبندی که در خارج کشور داریم یا اینی که اپوزیسیونی که در داخل کشور گهگاهی صداش میاد بازی دفاعی میکنه. یعنی اینکه منتظر میشه رژیم، سردمداران رژیم یک واژه انحرافی رو اعلام بکنن یا یک سیستم انحرافی رو اعلام بکنن یا یه توپق بزنن یا یک تهدیدی بکنن، اپوزیسیون یا این مخالفین هم اون وقت بیان مقاله بنویسن. این میشه بازی دفاعی که هیچ وقت شما برنده نخواهی شد. شما در هر کاری حتی آدامس فروشی هم واکنی اگه بخوای بشینی با امید این باشی که یکی بیاد ازت بخره که موفق نخواهی شد. شما باید حرکت کنی، شما باید ایده بدی، شما باید کالاتو عرضه کنی، شما باید خریدار پیدا بکنید. چرا فکر نمی کنید اصلا؟ 40 سال یارو داره یک حرف میزنه، جاوید شاه. جاوید شاه که چی؟ یعنی این الان همه مشکلات ما رو حل میکنه؟ یا اون یکی داد میزنه زنده باد مصدق، یا اون یکی زنده باد مسعود رجبی. الان معلومه هم نیست تو کدوم سولاخ هست یا دست کدوم کشور هست. اصولا این آقای مسعود رجبی به عنوان امانت نزد یک کشوری هست که اگر اتفاقی افتاد ازش استفاده کنه، اگر نه که خب قاعدتا گفتن مرده که مرده. این مسئله اون هست. اما حرف این هستش که ما 45 ساله داریم با این رژیم مبارزه میکنیم، برای اینکه هم اینور سلطنت طلبها دفاعی بازی کردن، هم مجاهدین دفاعی بازی کردن، هم داخل کشور دفاعی بازی کرده. یه واقعیت دیگه. یعنی به موقع استفاده نکرده، به موقع اعلامیه نداده، افرادی که میتونستن مؤثر بودن تو میدان بودن همه رو پراکنده کردن، توجه نکردن، یه تشکیلات درست نشد که بتونه اینا رو حفظ بکنه. خب به همین شکل بود که بعد از 45 سال در حال حاضر ما میبینیم هیچ کس نیست که بتونه 50 نفر بیاره تو خیابان. به همین سادگی. اما
سرکوف زدن، دست بیخته شدن از آن این دو سه تا سازمان هست و ولکن هم نیستن. دقت میکنید. و بشقای $2500 هم چلو کباب میفروشن یا فروختن برای کسانی که میخوان در ایران اعتصاب کنن، اما معلوم نیست این پول کجا رفت. یه خواننده ای هم آوردن، آقایی که خلیج خونده. اینا متاسفانه تابلوی ننگینی هستن. خلیجی که تن من میلرزید وقتی این آقا میخوند، نه من، هزاران هزار نفر لذت میبردن، سربلند میشدن. این آقا برداشت موزیکو $200,000 فروخت با مشارکت جمهوری اسلامی و قطر. دقت کردیم؟ این هنرمندان ما هستن. حالا اگه بخوام یکی یکی بگم که در هر صورت این اجازه رو ندارم و مشکل ما و حرف ما با اینا نیست دیگه، گذشته از این مسائل. دیگه ما لیدر و رهبری در بین هنرمندان و ورزشکار نداریم. همه سوختن، یا نتونستن به بازی ادامه بدن، یا این ماراتون رو نتونستن ادامه بدن و داره چهره‌های جدید میاد. برای همین هم هست که من معتقد هستم که بازی داخل کشور. ببینید شما الان بچه‌های سردمداران حکومت اپوزیسیون شده، پدرشون رو در آوردن میدونید، و اونها هستن که دارن عوض میکنن. شما ببینید این فیلم ها و عکسایی که از داخل کشور میاد، شما ببینید این دختر پسرها چقدر فشن لباس میپوشن، از اینجا خیلی فشن تر لباس میپوشن. خب این به این راحتی که به اینجا نرسید که، این مبارزه بوده، جنگ بوده. اون بچه ها با سلیقه خودشون جنگشون این بود که روسریشون رو بردارن. یکی دیگه مال سازمان چریکا این هستش که باطی مولوتوف درست کنه بندازه توی مدرسه. اون یکی این هست که مقاله بنویسه. اما خوبه که اینها بتونه کچ کنه همدیگه رو، هماهنگ بشه با هم در فشار. میدونید ما احتیاج داریم که هماوا بشیم. هماوا شدن یه هماهنگی میاره که بعدش هم وقت آدم میتونه بره رو منافع ملی منشور بنویسه، منشوری که فراگیر باشه و میتونه همه رو دور یه پرچم جمع بکنه. ما نهایتا کارمون همین هست که ما اگر بخوایم گذر از جمهوری اسلامی بکنیم، با یه تشکیلاتی به نام مجلس مؤسسان میتونیم این کارو بکنیم. جور دیگه نمیخوام بکنیم که. ما معتقد به کودتا نیستیم، معتقد به جنگ خیابونی و اسلحه کشیدن این چیزا هم نیستیم. معتقدیم که بایستی این اصلاحات انجام بشه، اما در هر صورت ما متوقف نشیم در این راه. به امید خدا بذاری که اینا چیز نمیکنن. 1400 ساله هنوز آیت الکلثوم دارن میخونن، شب میخوام بخوابم ورد میخونن هنوز. میدونی اینا ولکن نیستن. اگر شما فکر کنید که اینا رو به امید خدا، بزرگترین اشتباه ما در دوران محمد رضا شاه بود که آخوند رو ما جدی نگرفتیم. متاسفانه ساواک هم جدی نگرفت. چند روز پیش خیلی حرف زیاده، خوشبختانه متاسفانه، ولی من مایل هستم اینها رو بگم چون قاعدتاً روزنه هایی رو باز میکنه برای کسانی که در زمین بازی هستن. خدمت شما عرض شود که آقای علی شریعتی رو اصولاً ساواک کشف کرد و با پشتیبانی دوستان بهایی مسجدی رو درست کردن، حسینیه ارشاد، جاده قدیم شمیران، و دادن دست این آقا که پیش نمازش و سخنرانش بشه. فرشاش هم از طرف آقای علم هدیه شد به این حسینیه ارشاد. یعنی کلا دربار و ساواک حسینیه ارشاد رو درست کرد. آقای مفتح و این آقای علی شریعتی رو هم آوردن تو، هر شب هم براش یه نصف لول تریاک میفرستادن در خونه. این انقلابی نبود، این بازیکن بود. اینا بازیکنای انقلاب 57 بودن. آقای اسماعیل خویی بازیکن انقلاب 57 بود.
و به دعوت من اومد اینجا و شبم بنده تا 5 صبح کنارش بودم. 2 تا گالون عرق و ودکا رو تموم کرد و در مورد انقلاب صحبت میکرد، به طوری که دیگه کله من باد کرد و خداحافظی کردم اومدم. اصلا اینایی که تو زمین بازی بودن نمیدونستن اصلا چی میخوان و چی نمیخوان و بلایی سر خودشون آوردن و سر مردم آوردن که شما دارید میبینید دیگه. 45 سال ما داریم دست و پا میزنیم، نمیتونیم خلاص شیم. نمیتونیم خلاص شیم چون پایه و بیس این انقلاب از درون توسط دربار و آخوند دوتایی با هم شریکی ریخته شد. قدم به قدم اومدن جلو جاها رو گرفتن. آقایون خانوما، شما که معترض هستید و فکر میکنید من اشتباه میگم یا دارم خصومت میکنم یا لجبازی میکنم، لطف کنید، ازتون استدعا میکنم تشریف بیارید تو همین صفحه، این زیر توضیح بدید اشتباهات من رو. مطمئن باشید من خودم رو تصحیح خواهم کرد و از شما هم تشکر خواهم کرد، اما به شرطی که بیاید توضیح بدید که من دارم اشتباه میگم یا اشتباه کردیم. کدومش بوده؟ آیا این مردم اشتباه کردن؟ انقلاب 57 از 4 ماه قبل از اینکه شاه بره شروع شد. یه انقلاب پایه‌ای وجود نداشت که، چیزی وجود نداشت. یادتون باشه اولین تظاهرات از نیاورون بغل خونه شاه، تمام تاجرای بازار و انتلکتولا و روشنفکرها جمع شدن با هم اومدن پایین، کاملا هم زیر نظر ساواک بود. وقتی که شاه رو نتونستن راضی بکنن، خود بچهای شهربانی و ساواک با تظاهر کنندگان اومدن تو خیابون، هرچی بانک و بودجه بانک و نمیدونم این فروشگاه های دم دستی بود و آتش زدن و شکوندن، گزارش کردن واسه شاه اگه بری از این بدتر خواهد شد. اما یه مسئله رو که هیچ وقت کسی بهش اشاره نکرده، من در اینجا میخوام یه مطلبی و یه تقاضایی که از آقای پرویز ثابتی بکنم. آقای پرویز ثابتی 2000 صفحه خاطرات خودش رو ثبت کرده و نوشته. این کتاب نوشته شده است، حاضره، اما ایشون حاضر به انتشارش نیست. به گفته خود ایشون واقعیت انقلاب 57 در این 2000 صفحه است، اما به خاطر خانم فرح و به خاطر دیگرانی که دلخور نشن ایشون این کتاب رو منتشر نمیکنه. در صورتی که به نظر من آقای پرویز ثابتی بزرگترین خدمتی که میتونی بکنی اینه. توجه نکن یه دی فوش میدن. اگه فکر میکنی خدمت کردی برای اون مملکت، همین کافیه. هیچ وقت کسی نمیتونه مردم رو راضی بکنه. اصلا قرار نیست ما مردم رو راضی کنیم. به من چه مربوطه که مردم رو راضی کنم؟ من که شغلی ندارم که مردم رو راضی کنم، یا شما در حال حاضر شغلی نداری که مردم رو راضی کنی. تموم شد. شما وظیفت هست که این خاطرات رو منتشر بکنی و واقعیت رو برای این ملتی که 45 سال داره لهله میزنه. شما مملکت تحویل اینا دادی، بیا گره رو واکن. حضور شما عرض شود که خب، اما فردا در ایران رأی میدن برای ریاست جمهوری. باید عرض کنم که هیچ نتیجه‌ای نداره این رأی دادن. شما دقت کنید، از اول این انقلاب که نخست وزیر انتخاب کردن که یکیش اول رجایی که رفت هوا، بعدش همین آقای میرحسین موسوی اومد و بعد دیگه به ترتیب خادمی و آقای خامنه‌ای و همینطور اومدن. شما دقت کنید رؤسای جمهوری ایران غیر از خامنه‌ای همشون یا فراری هن، یا اینا کشتنش یا تو زندانن. شما به کی میخوای رأی بدی؟ برای چی رأی بدی؟ که چی بشه؟ یک مش حرومزاده قالتاق، اینا ننشون هم حاضرن بفروشن. اصلا باور کردنی نیست. این آدمای مذهبی عجب موجودات خبیثی هستن. البته اکثر ایدئولوژی‌ها
تقریبا این چنین میشن، یعنی براشون هیچی اهمیت نداره جز رسیدن به اون اهدافی که واسه خودشون ترسیم کردن. اما خوشبختانه در حال حاضر این امکاناتی که ما داریم در مطبوعات، ما میتونیم کاملا ببینیم چه خبره، همدیگر رو ببینیم چی کار میکنیم و مثل سابق دیگه نمیتونیم از صندوق خونه یه پیغمبر بکشیم بیرون. میدونید من نظرم این هستش که به هیچ وجه در هیچ گونه رأیگیری جمهوری اسلامی نباید شرکت کرد. ما این رژیم رو قبول نداریم. حالا بیام بگیم که مثلا اینو قبول، این انتخاباتو بکنیم، این آدم رو ببریم شاید بهتر از اون باشه. نه، صحبت دیگه این هستش که دوستان عزیز من هی اعلامیه میدن زندانی سیاسی آزاد باید گردن. این شعار اولین بار من در مقابل ساختمان فدرال حدود 25 سال پیش با آقای غلامرضا مهاجرنژاد سخنگوی جنبش دانشجویی و آقای تبرزدی که اومده بود لس آنجلس گفتم و تا الان این شعار ادامه داره. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این شعار من اول از همه در لس آنجلس بالای سکو اعلام کردم، هنوزم ادامه داره. اما آیا اتفاقا من همون موقع ها با ایشون هم این بحث رو داشتم، گفتم اگر که زندانی های ما رو آزاد کنن ما دیگه با جمهوری اسلامی یعنی کاری نداریم، کارمون درسته، آشتی هستیم. موند و هرگز هم جواب منو نداد. الانم همینه. این دوستانی که میگن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اگه جمهوری اسلامی زندانی شما رو آزاد کرد شما میری خونت، تمام میشه بازی یا نه؟ ببینید این روش مبارزه هست که حضورتون عرض میکنم، بازی دفاعی. دقت کردید؟ نکنید. این چنین بازی هم به ما لطمه میزنه، هم خودتون رو از دایره بازی خارج میکنه. تا کی میتونید داد بزنی زندانی سیاسی آزاد باید گردد؟ مگه اینا آزاد کردن؟ کدوم زندانی رو آزاد کردن؟ کدوم اعدامی رو آزاد کردن؟ دست بردارید. اگر مذهبی هم هستید دست بردارید. دیگه کسی دنبال مذهب نمیره، دیگه کسی دنبال امام زمان نمیره. این مسخره واقعا آدم خجالت میکشه وقتی میبینه یه آدمی میاد در مورد مذهب صحبت میکنه و تکلیف میکنه به هر مردم که چجوری رفتار بکنن. حالا البته بهت بگم در افغانستان، پاکستان، هندوستان این مردم هنوز تابع اون قوانین هستن. مایی که در جهان متمدنی هستیم خب نه تبعیت میکنیم و نه دیگه قبول داریم و خب همه چی هم واز شده و اونها باید به ما برسن که این کار بسیار مشکلی هست و به خاطر همینم تا 10 سال آینده جهان در جنگ خواهد بود. اما یه مسئله‌ای که واقعا موضوعی که منو جهیدار کرد و واقعا اشک منو دیروز در آورد و ساعتها قصه خوردم و گریه کردم. در آبهای ایتالیا 10 نفر غرق شدن و 10 نفرش ایرانی بودن. این وضع ما ایرانی ها نبود، این نیست. ما هزینه برای چه اشتباهی رو باید پرداخت کنیم؟ از کشور خارج نشید. 2 سرو ناز از سنندج در آبهای مدیترانه دیروز از آب گرفتن. من از تمام عزیزانی که در داخل ایران هستند و نقشه میکشن برای خارج شدن استدعا میکنم از کشور خارج نشید. چرا؟ هیچ امکانی در خارج کشور برای شما نیست. افرادی که به عنوان قاچاقچی میشناسید از بین 100 نفر 90% آدم‌های درستی نیستن. پول شما رو میگیرن، با یه وسیله ناقص شما رو میبرن، هیچ گونه بیمه‌ای در راه متوجه شما نخواهد بود
و از شما مراقبت نخواهد کرد. تمام آرزوهای شما برباد خواهد رفت. خارج کشور منتظر شما نیست که تشریف بیارید، شما میخواید برید اونجا. فلانی میگه بیا اینجا، آقا ما یه خونه‌ای داریم با هم زندگی میکنیم، ولی بعد از 5 روز دعواتون میشه. باور کنید ما 7 نفر آدم نشستیم سر میز، نتونستیم هم دیگر رو تحمل بکنیم. این مشکل ما و بدبختی ماست. نمیتونیم. به شما قول میدن وقتی میرید اونجا با یه اخلاق متفاوتی وقت مواجه خواهید شد. میدونید بهتر این هستش که در همون ایران گرسنگی رو بکشید، ولی حداقل در فرهنگ خودتون قوتور هستید، امنیت دارید حداقل، و میتونید بالاخره یک کار آبرومندانه‌ای دست و پا کنید. همیشه به این صورت نخواهد ماند. مطمئن باشید. باور کنید اینی که بهتون میگم، من از فقر 100 درجه اومدم بالا و هر جام که خواستم برسم رسیدم. شاید دیگر هیچ آرزویی ندارم. رسیدن ایرانم فراموش کردم، چون به ایران نخواهم رفت. این آرزو روش خط کشیدم، چون شرایط سنی من و سلامتی من به من اجازه نمیده دیگه حتی سوار هواپیما بشم. دقت میکنید. و اما چشمم به دنبال ایران هست و هر گونه خدمتی برای هموطنانم که از دستم بر بیاد تا به حال کردم و خواهم کرد و افتخارم میکنم که بتونم خدمتگزار هموطنان عزیزم باشم در هر صورت، در هر کجای جهان که هستم. تا به حالم وظیفه‌مو انجام دادم. خب ساعت 10:20 ما 10 دقیقه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با مطالب بسیار زیادی که سعی میکنیم بهش بپردازیم. بزرگترین مسئله که در حال حاضر همه جهان در روی آن دارن کار میکنن و یه فایل جدیدی برای جمهوری اسلامی دارن تدارک میبینن، تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران اصولاً با چند مانوری که کرد خودش رو به صورت یک تشکیلاتی که مورد اعتماد نیست به جهان غرب، حتی به روسا معرفی کرد. شبی که آقای قاسم سلیمانی رفت اسعد رو از سوریه سوار هواپیما کرد آورد تهران و برد پیش آقا، از همون شب پرونده آقای قاسم سلیمانی بسته شد. ایشون دخول کرد به بازی‌های جهانی. این حق رو نداشت این کارو بکنه. هم روسا مخالفت کردن، هم امریکایی‌ها مخالفت کردن و یه ماه بعدش هم که آقا مدال داد به قاسم سلیمانی به عنوان شهید زنده. تمام اینایی که کشته میشن با ازا آغاز، این یادتون باشه. یعنی بازی این چنین هست. این آخریشو که دیدید که آقا چقدر ذوق کرد، چقدر خوشحال شد، گفت یه نعمت بود کشته شدن این. ببینید اینا واقعا خیلی بی‌ناموسن. آخوند بی‌ناموس‌تر از خودشه. برای همینم میگم ما در مقابل اینا مسلحانه نمیتونیم حرکت بکنیم. آقای صدیق کریمی بارها از من سوال کرده چرا اپوزیسیون نتوانست. این اپوزیسیون تمرین مگه داشت؟ کدوم حزب ما در ایران داشتیم قبل از 57؟ یه حزب ایران نوین درست شد توسط آقای نخست وزیر هویدا، یه حزب هم درست شد توسط مردم توسط آقای علم رئیس دربار. بعدش هم که خود اعلیحضرت هم هوس کرد یه سازمان درست کنه.
دیگه این اعلیحضرت از کاری نبود که نکرد، از رانندگی تراکتور گرفته تا حزب درست کردن. یعنی همه جا میگفت منم، هیچ کس لیاقت نداره. تا آخرین لحظه هم به هیچ کس اعتماد نکرد، گفت هیچ کی لیاقت نداره. اون وصیت‌نامه‌ای هم که نوشته قلابیه، اون وصیت‌نامه از طرف ایشون نوشته نشده. آقای سوسن آبادی در لس آنجلس برداشت نوشت، آقای علی حیدری هم خطاطیشو کرد. به قول معروف علی حیدری هم رفتیم با هم در ویرجینیا تقدیم به آقای رضا پهلوی کرد. دقت میکنید؟ در هر صورت متاسفانه ما ظرف 45 سال گذشته بازی‌های متفاوتی رو باختیم. سپاه پاسداران در حال حاضر از طرف کانادا و استرالیا در لیست قرار گرفته در رابطه با تروریست بودنش و این کار انجام خواهد شد. اینا زمزمه‌شو دارن میکنن تا به قول معروف، یه جمله بعدی بود تو فارسی تو ایرانیا میگفتن میخواد به یارو بگه قرمساق یه رو قرقر میکنه. اینا حالا دارن فعلا قرقر میکنن تا حرف آخر بزنن سپاه پاسداران تروریست است. حالا شما بیا نگاه کن، در خود کانادا ما یه چیزی بوده تقریبا 4000 تا افسر سپاه پاسداران زندگی میکنه با خانواده‌شون. در استرالیا همینطور، در نیوزلند همینطور، در ونزوئلا همینطور. توجه کردیم؟ و اینا چی میشه داستانش؟ شرایط ایران شرایط بسیار پیچیده است. اما اگر امریکا و انگلیس که بانی این حرکت فکری هستند، اگر که سپاه رو تروریستی اعلام بکنند، خب شما فکر میکنید که سپاه به آرامی از صحنه خارج میشه؟ اونایی که حالا میمونن چجوری میخوان رفت آمد بکنن؟ با کی رفت آمد بکنن؟ چگونه باید کارهای بانکیشون انجام بدن؟ خرید و فروش بکنن در سطح جهان؟ البته خیلی از مسائل اینا دارن دور میزنن، اما این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. و اگر دقت بکنید ظرف هفته گذشته فشار شدیدی روی ایران هست که ممانعت بکنه از اتمی شدنش. و من مطمئن هستم روزی که غرب به اجماع برسه برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، سپاه کودتا خواهد کرد. آیا این کودتا به نفع ملت ایران خواهد بود؟ ما وارد یه دوره تسلسل نظامیگری میشیم و خشونت، یا اینی که این نظامی میخواد بیاد یه سری رو بیخ دیوار بذاره و یه به اصطلاح ریفورمی بده و ما وارد یک حکومت جدیدی بشیم؟ آیا برای همیشه مذهب از حکومت کنار گذاشته میشه؟ اینها سوالاتی است که ظرف چند ماه آینده ما باهاش مواجه خواهیم شد. ما تا نوامبر، یعنی یه چیزی حدود 5 ماه دیگه، 4 ماه و نیم دیگه که آقای ترامپ هم وارد بازی خواهد شد، ما وارد یک بازی جدیدی خواهیم شد و امیدوار هستیم که ایران ما بتونه خودشو حفظ بکنه توسط این مردم، نه این حکومت. این حکومت نه توانایی نگه داشتن مملکت رو داره، نه سواد این کار رو داره. اما چیزی که هستش، ملت ما ملت جنگجویی نیست که بریزه تو خیابون با اینا دست بیخه بشه. دقت میکنید؟ و
فشاری که داره الان به جمهوری اسلامی میاره قاعدتاً تار و پود اینا رو به باد داده، اما این کافی نیست و امیدوار هستیم در ماه‌های آینده تشکیلاتی خودش رو معرفی بکنه و ما یک لیدر رو در صحنه ایران و جهان بتونیم معرفی بکنیم. تنها کلید و راهگشای کار ما تشکیلات در داخل کشور و معرفی یک رهبر یا لیدر هست. یادتون باشه همراهان عزیز من در داخل کشور، آقایون خانمایی که ورزش میکنید، هنرمند هستید، یا تشکیلات درست بکنید، استادای دانشگاه، دانشگاهیان، من معتقد هستم دانشگاه پرچمدار مبارزه نوین ایران خواهد شد. هنوز زمانش نرسیده، داره خودش رو آماده میکنه و ما در آینده نه چندان دور دانشجویان عزیزمون رو در صحنه خیابان خواهیم دید تا به آرزوشون برسند. با سپاس از تو هموطن عزیزم، از تو همراه عزیزم که گوش دادی برنامه امروز رو. امیدوار هستم با پیامت اشتباهات من رو تصحیح بکنی. تا دیداری دیگر با من از ایران بگو.